سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم هر که هستین جور صحت سلامت باشین و شما تشکری میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از ابی شریف می باشه. این آهنگ تقریبا فراموش شده، بسیار آهنگ زیبا است و آموزش این آهنگ به انتخاب چندین دوست ما آماده میشه. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. ما میخوایم که آهنگ اسی بخونم و این آهنگ مربوط تات بهرو است که در بهرو ری و دایما فلات و یا کومل می باشه. میریم و شروع میکنیم دوستای عزیز. اگر ما اسی بخونیم تات بهرو ما چی رقم شکل داره؟ گفتیم که ری و دایما فلات و یا کومل است. سری کما پایدانی سا. ای سکیل به نام دابل میجر سکیل یاد میشه دوستای عزیز. سری کما پا دانی سا سامی دا پا مگری سا. من انتروی آهنگ نشنیدم دوستای عزیز. آهنگ راستن از استایی شروع شده. آهنگ از اینمی سی میجر کورد شروع میشه ولی این ورژن است. اینی پای ما میاده اینجا تر. اینه تر. اینه قسم یعنی پر در دو جای ما میگیریم. میتونیم که تنها اینجا بگیریم تر. و آهنگ از پا شروع میشه. از پای میدل اکتیف شروع نمیشه. از لاور اکتیف شروع میشه. خب حالا امروز یک انگشت میره کار میکنم. خب این آستایش بود. یک انگشت. آهنگ دوباره در سی میجر کورد استارت میشه. انتره آهنگ اینمی تمام آهنگ است. حالا امروز شیرش میخوانم ایره.
تمام آهنگ بود دوستای عزیز. امیدوار هستم که شما با بزرگواریتان کاستی های ویدیو رو لطفا میبخشین. ریتمی که در آهنگ استفادهش را داد روای باشه دوستای عزیز. ما میریم و دادری هیراتی را استفاده میکنیم و این آهنگ را تمرین میکنیم.